نیمه دوم روز دوم ایول کبیر خدوینظرов یک مهاجر تاجیک زاده دهه رکناباد پنجکند که امروز هم دیگان نیز مهاجرش در ولایت مسکو آبازی رفته بود غرق شده است. همدیگانش گفتند که او به سبب آبازی کردن نتوانستنش زیر آب شده است. تفصیلات دیگر این فلاکت دسترس نیست. حالا همدیگان در پی تهیه اسناد لازمی برای انتقال جسد کبیر خدوینظرов به وطن می باشند. انتظار می رود جنازه کبیر خدوینظرов روز 5 ایول با هواپیما به تاجیکستان آورده شده در زادگاهش در دهه رکناباد به خاک سپریده شود. از کبیر خدوینظرов تنها 3 فرزند، یک دختر و 2 پسر باقی ماند. از اول سال 2021 کبیر خدوینظرов الکی پنجمین زاده تنها دهه رکناباد پنجکین است که در مهاجرت کاری در روسیه جان سپردند. از جمله روز 20 ینور سال جاری ژورنالیست دانیار مسیف در مسکو در زیر چرخ ماشین به هلاکت رسید. او همگی 40 سال داشت. روز 21 مارت معراج‌الدین عنایتوف یک زاده دیگر رکناباد در مسکو برق زد و چنان سخت زد که جا به جا جوانمرگ شد. معراج‌الدین همگی 28 سال داشت و مجرد بود. سنه 15 ایون طبیب تاجیک زبیدالله نوروف در شهر مسکو در پی یک مناقشه عائلوی خود را به دار آویخت. زبیدالله نوروف 34 سال داشت. روز 27 ایون بیژن خالوف زاده مرغیدر نیز در ولایت مسکو همراه دوستانش به آبازی رفته غرق شد. بیژن 26 سال داشت و مجرد بود. در عموم از اول سال 2021 در روسیه تنها به 11 دهه جماعت واروی پنجکند الکی 15 تابوت آوردند. بنا به حسابها هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون ترک این دنیا می کنند.